انتشار توهین شرم‌آور در پیج رسمی چادرملو. چه اتفاقی افتاد؟ در مورد این خبر و اتفاقات بازی چادرملو و یزد و چادرملو تراکتور خیلی زیاد صحبت شده، اما یک ابعاد تازه‌ای از دیروز داره در خبرگزاری‌ها در موردش صحبت میشه. اون هم ابعاد تازه. چرا؟ شما یک تصاویری از توهین و بالاخره شعارها، الفاظ زشت که خیلی هم بد هست رو روی سکوها میبینید. در پیجای طرفداری و پیجای هواداری که اخلاق رو هم رعایت نمیکنن اونا رو بازنشر میدن. همینجوری تو اینستاگرام که میزنید و نگاه میکنید هست. این یه بحثیه. یه بحثی پیج‌های رسمی باشگاه هست. این اتفاقی که افتاد یه تشویق ایسلندی و یه شعار بسیار زشت که توهین به بازیکنان تراکتور بودش و علیرضا بیرانوند و شجاع خلیلزاده بود که به صورت هماهنگ متاسفانه اعضای تیم چادرملو حضور داشتن، سرمربیشون هم حضور داشتن. اتفاق افتاد که خیلی تعجب همه رو برانگیخت. از اون بیشتر مایه تعجب این بود که پیج رسمی باشگاه چادرملو در اینستاگرام این کلیپ رو منتشر کرد و بعد هم برداشتن. این دیگه انحطاط اخلاقی رو تو فوتبال ما و اتفاقات عجیب و غریب و زشت و واقعا شرم‌آور که ما خودمون ناراحت میشیم، اما خب قاعدتا باید گفت دیگه، باید گفت تا اصلاح بشه. نشون میده که واقعا ابعاد تازه و مراحل جدیدی رو داره طی میکنه. اینکه یک پیج رسمی یه باشگاه این کارو بکنه اتفاق خیلی زشتیه، خیلی اتفاق زشتیه. اینکه کار بشه اون بر این بر برن یه بحثه، اونم زشته، ولی وقتی پیج رسمی رفتش دیگه معنی دیگه میده. حالا حکام کمیته انضباطی اومد کسر یک امتیاز رو از باشگاه چادرملو داشتن، یه جریمه مبلغ حالا مالی به نسبت سنگینی هم داشتن. امیدوار هستیم که این احکام بازدارنده باشه و شاهد این اتفاقات نباشیم.